هلو علیکم، حالتون چطوره؟ ایتس مهدی هستم. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز قراره با هم چند تا ویدیو نوستالژی ببینیم و برگردیم به زمانهای قدیم. میدونم موضوع این که یوتیوب دیگه یوتیوب فارسی دیگه خراب شده و دیگه به درد نمیخوره و اینا حقیقت داره یا نه، ولی خب ما همچنان ادامه میدم و اینکه حالا ببینیم چی میشه. خیلی هم میگن که این اتفاقا و اینا همش به خاطر اینه که کیک بتونه مخاطبای بیشتری به خودش جذب بکنه و همه برن استریمای اون طرفا نگاه بکنن و یوتیوب یکم بیاد پایین. خیلی هم میگن که خب این اتفاقیه که توی کریسمس، نزدیکای کریسمس و اینا میفته و چیز عادیه، ولی خب خیلی یوتیوبای بزرگ وقتی میان میگن که دیگه یوتیوب فارسی به درد نمیخوره، دیگه هیچ کار نمیشه کرد و اینا، واقعا آدم انرژیش کم میشه. پس شما با سابسکرایب کردن، لایک کردن و حمایتتون دوباره به من انرژی بدین که بتونیم ویدیوهای بیشتری بگیریم. ویدیوهایی که آماده کردم برای یه بلاگریه که خب نوستالژی و اینا رو به یادمون میاره. بریم اول ویدیوشو ببینیم. یه ساعتی از برف شروع شد و آسمون قرمز شد و همه جا سفید پوش شده. وای عالی بود. حالا نمیدونم بچهای الان میتونن اینا رو تجربه بکنن یا نه. واقعا دقیقا همون چیزی که بوده رو به تصویر میکشه. آیدیش هم نوشته دیگه، اگه دوست داشتیم این کاراشو ببینیم. خیلی خوب بود. دقیقا همینجوری. خیلی واقعا آدم بدون اینکه دیالوگ بگه انقدر حس رو بتونه انتقال بده. برف و شیره، وای عالی بود. البته الان خدا رو شکر خیلی جاها برف اومده، خیلی جاها بارون اومده و حداقل میتونن این حسه رو یکم تجربه کنن. البته طرف ما هنوز نیومده ولی کل ایران خیلی جای سیل شده و خیلی جاهاش با برف اومده. واقعا هنرمنده ها، اصلا بتونی بدون اینکه دیالوگ بگی، بدون اینکه اصلا کلا تو پیجش هم من دیدم دارمش و کلا توی پیجش اصلا هیچ یه دونه کلمه نمیگه، حتی اگه استوری میذاره یه دونه کلمه هم نمیگه. ویدیوهاش واقعا نوستالژیه. یهو همه حمله میکردیم سمت بشقابا. خدایی که یه روز سرد و بارون. واقعا یادش بخیر. واقعا اصلا دوران قدیم کاش واقعا میتونست همون دوران بمونیم. اصلا دوران قدیم کلا همه چیزش فرق داشت. یه ویدیو الان میذارم براتون، انیمیشن ها و برنامه های قدیمیه با تک تکشون. من خاطره دارم با تک تکشون خیلی خوبن. شما اگه خاطره چیزی دارین حتما بگید بهمون، کامنت کنید. خانه ما بود اسمش، نمیدونم اسمش چی بود ولی خیلی خوب بود. این که اصلا ضرب المثل عالی بود.
چه دورانی بودا. الان اصلا اینا نیم شکرستان از وقتی که راویش عوض شده یکم اون حس و حاله رو از ما گرفته. حالا واسه بچه های الان شاید جذاب باشه ولی واسه ما که راوی اصلی میگفت خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دوباره ویدیو از ماه رمضون. از خواب بیدار شدیم، ماه رمضون رو مامانت داره سحری درست میکنه. اصلا این ویدیو رو نگاه میکنی فکر میکنی همون دورانی ها. خیلی خوبه. خیلی خوبه. اصلا آدم قدیم رو نگاه میکنه خیلی حس و حالش غمگین میشه. خیلی به گذشته که فکر میکنی واقعا اذیت میشی. خب بچه ها این بود از ویدیو امروز. نظراتتون رو بهمون بگین، کامنت کنید برامون، سابسکرایب بکنید اگه دوست داشتین. اگه دوست نداشتین هم که هیچی دیگه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.